چالش 7 روز فوتبالی، هر روز یک باشگاه مطرح و بازیکن و مربیایی که از اون باشگاه موجوده. روز اول منچستر یونایتد، لقب شیاطین سرخ، ورزشگاه اولد ترافورد یا همون تئاتر رویاها، فاتح 20 بار لیگ برتر انگلیس یا همون پریمیر لیگ، 13 بار اف ای کاپ یا همون جام حذفی انگلیس و 3 بار هم چمپیونز لیگ. پر افتخارترین مربی تاریخ فوتبال سر الکس فرگوسن، اریک کانتونای افسانه‌ای، دیوید بکام، وین رونی، داوید دخیا، برونو فرناندز، کاپیتان فعلی منچستر یونایتد، استاد هری مگوایر و یکی از بهترین بازیکن‌های تاریخ منچستر یونایتد کریستیانو رونالدو. پایان روز اول.